بدانید که هیچ دولتی دلش به حال ایران نسوخته است و نمی سوزد. هیچ خارجی منافع ملت ایران را به منافع خودش ترجیح نمی دهد. اما هیچ دولتی هم هرگز نمی تواند سرنوشت ایران را برخلاف خواست ملت ایران تعیین کند. میراثی را که تاریخ بر دوشم نهاده بود پذیرفتم و تعهدی همیشگی و برگشت ناپذیر را به آزادی ملت و سربلندی میهنم با جان و دل قبول کردم. به خاطر تاج و تخت نپذیرفتم، بلکه به عشق ایران بر دوش گرفتم که برای نجات وطن از این فاجعه بزرگ خدمتی کنم. به هر نقش و رسالتی که مرا بشناسید، من مهمتر از هر چیز و بالاتر از هر چیز خودم را سرباز و مبارز راه آزادی ملت می‌شمارم. من در این راه مقدس گام گذاشتم و تا روز پیروزی ملت آن را ادامه خواهم داد و هیچ نیرو و عاملی در جهان نیست که بتواند مرا از تلاش برای رسیدن به این هدف مقدس منصرف کند. برای رهایی ایران و استقرار حاکمیت ملت از همه توانایی‌هایی که تاریخ در اختیار من گذاشته است قاطعانه استفاده خواهم کرد. برای انجام این رسالت تاریخی با من همگام شوید. بدانید که من این پرچم پر افتخار مبارزه را بر زمین نخواهم گذاشت. اگر جانم را در وفای به این تعهد از دست بدهم، افتخار جاودانی من است، چرا که نامم در صف قربانیان وطن ثبت خواهد شد. خواهران و برادران عزیزم، هموطنان من، شرف و افتخار ایرانی در آن است که تاریخی کهن و تابناک در پشت سر دارد. او بیشتر از هر ملت دیگری با مهاجمین به خاک و متجاوزین به حقوق خود جنگیده و پیروز برآمده است، چرا که سینه‌اش مالامال از عشق به وطن و خاطره‌اش لبریز از یاد جانباختگان و سازندگان ایران است. امروز یک بار دیگر تاریخ تکلیف رهایی ایران و استقرار آزادی‌ها و حقوق ملت را آنچنان که هیچگاه در تاریخ سابقه نداشته است بر دوش همه فرزندان وطن، بر دوش همه ما نهاده است. تردید ندارم که همه ما با هر ذره از وجودمان که بی آن آب و خاک هیچ است، این تکلیف را ادا خواهیم کرد و پیروزمندانه به نسل‌های سربلند دیگر خواهیم پیوست. در روز رهایی میهن، چه باشم و چه نباشم، چه پرچم مبارزه در دستم و چه پیکرم در پرچم ایران پیچیده باشد، مثل همیشه دلم، جانم، چشمم و نگاهم با شماست و برایتان، برای ملت شریف و پایدار ایران، آرزوی جز سعادت، جز آزادی و پیروزی ندارم. خداوند نگهدار ایران باد.